ما این ویدیو مهمان داریم. جمشید خب سلام علیکم. سلام. خب بالاخره اینجا هستیم با کشتن مرغ مینا. امروز که احساس میکنم که مرغ مینا هستن به لحاظ اون آزاد نمیرسونه به کسی. البته نه فعلا نمیتونه برسونه. اتفاقا چقدر نظر مردم همش این بود که منظور از مرغ مینا تو کتاب چیه؟ کی مرغ مینا این وسط؟ از اینکه به نظرم منظور خاصی نداشت از شخصیت خاصی. میتونه باشه ولی لزوما منظورش شخصیت به نظر من گذاشته بود خودت انتخاب کنی مرغ مینا کیه. از ته شروع کردیم دوباره. خب مرغ مینا ترجمه مرغ مقلدش هم هست. من دیدم مقلدش هم هست. مرغ مینا من بعد از اینکه چند تا چیزایی که مربوط به مرغ مینا و مقلد و اینا هست فهمیدم دوتا شکلیه در ادبیات اونا. هی چیز بود. خب میخواین تعریف کنید داستانه تعریف کنید داستانه تلفظامون با هم فرق داره. من اسکات صداش کمته اصلش. آره ولی دیگه ترجمه یکیه. آره ترجمه خوبیه واقعا من زیباست. آره روان حال قشنگ نکن. اسکات چند سالش اول داستان؟ مدرسه نمیره هنوز. تازه میخواد بره مدرسه. یه دختر بچه هست که خیلی هم لزوما شبیه دختر بچه‌ای که باید باشن نیست. اون شکلی که باید باشه نیست. و با داداشش حالا یه سری ماجراهایی دارن بازی و شیطنت و اینها. و قصه داره از زبان اون کلن نقل میشه. در همین یه سری چیزهایی رو یا نمیگه یا با اون چیز کودکانه میگه و کلا این زاویه دید کودکانش رو تا ته داستان همراهش داره که به نظرم از عمد بوده کاملا دیگه. در واقع به نظرم هارپرلی می‌خواستی دیدگاه معصومانه به مسائل نشون بده. یعنی بدون قضاوت درونی یه نفر که ما بخوایم دیالوگای درونی قضاوتگرانه یه نفر بخونیم، فقط از دیدگاه یه بچه داریم به ماجرا نگاه می‌کنیم. بعد چیز هم هست فکر می‌کنم یه در واقع رفرنس به خود هارپرلی باشه. آره دیگه. چون پدرش وکیل بوده دقیقاً. آره دقیقاً پدرش وکیل بوده، برادرش دقیقاً مثل جم چند سال ازش بزرگتر بوده. یه رفیقی داشته ترومن فکر کنم که مثل دقیقاً اون پسر دیل هست توی کتاب. میامد و میرفته همسایه‌شون بوده. اتفاقاً ترومن بعدش نویسنده میشه و فکر کنم کتاب معروفی می‌نویسه. مثلا یکیش صبحانه در تیفانی فکر کنم هست. دقیقاً این چهار برای یکی خریدم. آره فکر کنم نویسنده‌اش در واقع رفیق هارپرلی بوده. بعضی اومدن چیز کردن که اینو باز یه جایی دیدم گفتن که بعضیا چون که هارپرلی فقط یک کتاب نوشته بوده گفتن احتمالاً مثلا این کتابم ترومن بهش کمک کرده باشه نوشته باشه که بعد ولی وقتی که بررسی از کمک خیلی خارج تره این چیزی که وقتی بررسی می‌کنم کتابشون اصلا سبکشون شبیه هم نیست ولی جفتشون رفیق بودن و بعدش هم تو نیویورک میرن با هم دیگه زندگی یعنی کنار هم دیگه زندگی کردن. دلم خواست یعنی به طور مستقیم زندگی اسکاوس رفرنس به زندگی خود هارپرلی هست. جالب بود این من نشینده بودم. و اینکه حالا کتاب خیلی زود شروع میکنه راجع به چیزهای نژاد پرستی طور صحبت میکنه و به نظرم باز یه دلیل دیگه که یه بچه رو انتخاب کرده همینه، این که دقیقا در تمام این موارد اون بچه ها اولش اینجوری در طول تاریخ و همین جای جهان که مگه اون مثلا چه فرقی داره، همیشه یه دوستی انگار دارن که خیلی راحتن و بعد وارد اون بزرگسالیه که میشن فرق میکنه. واسه که هم یه دلیل دیگهش که بچه رو انتخاب کرده اینه که از زاویه دید اون بچه خب مگه فلانی به جز این که سیاهه چه فرقی داره. البته مثلا اسکاوت رو یه زمانی می‌بینیم که یه سری قضاوت‌ها تو ذهنش ایجاد شده درباره آره ولی اصلا به مفهوم نژاد فکر نمی‌کنه. انقدر دوره از اون مسئله که مثلا تعصباشو رو تو چیزای دیگه می‌بینه. مثلا توی چی؟ مثلا تو اون همکلاسیش والتر کانینگهام. آره مثلا میاد اونو قضاوت میکنه بعد به طور مستقیم از پدرش و کالیفرنیا یک پیام دریافت میکنه که نباید اینطوری رفتار کنی، باید با همه مثلا یک مهمان نوازی نشون بدی با قولی و اینا. اسکاوس در واقع
در امان نیست از آره تعصبی خب که به هر حال از تعصبی که وجود داره توی آدمای اون منطقه. اصلا درستش هم همینه، یعنی کتاب داره میگه کسی نمیتونه، یعنی حتی آره آتیکوس مثلا هم داره از زاویه اتیکس مثلا میاد چیز میکنه، یه حالتیه که عملا یه جایی میگه میگه من میخوام این بیماری که مردم میکن بهش گرفتارن و بچه‌هام بهش گرفتار نشه، برای همینم دارن این کارو انجام میدن. مثلا نمیخوام اونا هم دقیقاً مثل بقیه بشن، چون اونا هم یه زمان بچه بودن بعدش بزرگ شدن نجات پرست شدن یا حالا هر چیز دیگه. و خود همون آتیکوس هم تو همون جمعه هست، یعنی باز تحت تاثیر همون شده این نمیتونه بدون هیچ قضاوتی اینا باشه. اولش دیو میاد تو داستان، دیل اولش وارد میشه مثلا موردش خیلی چیز مهمی نیست، اول وارد میشه عنوان رفیق این آره بوده. فکر کنم برادلی هست که آره در واقع نقطه تمرکز داستان تا مدت‌ها توی کتاب برادلیه که بعدش برمیگرده. خود برادلی همین نماد خیلی به نظرم خیلی چیزا. برادلی یه همسایه‌شونه که خیلی عجب غریبه، از خونه نمیاد بیرون و شایعه ها به خصوص توی بچه ها خیلی عجب غریب‌تر در موردش هست که چه میدونم مثلا خرگوش میخوره، سنجاب میخوره، شبا میاد بیرون شکار میکنه و چیزای عجب غریبی و اینا خیلی ازش میترسن و این دوستشون که تازه اومده گیر میده که هی بریم مثلا تو حیاتش، بریم از پشت پنجره نگاش کنیم و این چیزا. میخوای حالا یه چیزی من خوندم در این باره، در این کتاب فقط قبل از اینکه حالا شروع کنم بودم کلا سبک کتاب اما که یه کتابیه که خوندنش لذت بخش. آره واقعا. یعنی مثلا کتابی با وجود اینکه یه جاهایش که تلخه هم باز لذت بخش. کتابی که خوندنش لذت بخش کتابیه که سبکش جوری نوشته شده که یه کمی وایب یه جایی خوندم نوشته سادن گاتیکه، یعنی سبک گوتیک داره، سبکی که توش یکم رمز و راز ایجاد میکنه. نیاز داره که احساس ترس بکنی و یه هیولا داشته باشه به قولی و یه قهرمان داشته باشه. اون هیولایی که اول ما باش توی کتاب مواجه میشیم، این اصلا من مستقیم توی یه اسای فکر کنم، یعنی یه ویدیوی ساخته بودن در این مورد داشتن صحبت. هیولا اولش برادیه درسته و واقعا اونجا من میترسیدم براش میکنم. خب آقا واقعا توصیفات هم عجب غریبه، از یه ذهن یه بچه واقعا یک چیز عجب غریبی، بعد یهو سایه‌ای میاد پشت دیوار میره، اون چیز ترسون المنت گاتیکو بهش داده برادی. حتی نوعی که اون شهر توصیف میشه، مثلا میکوم یه شهر قدیمیه که آره بعد همه خاک، یه استتیک، یه وایب هوا گرمه توصیف میکنه درباره میکوم و خیلی حواسش هست که توصیف کنه که اینجا همه چی قدیمیه، حتی مردمش قدیمیه، مثلا افراد تقریبا از کار افتادن، همشون آسیب دیدن، اکثرا پیرن، نمیدونم اینا. این بازم مدرسه، یعنی بچه‌های همکلاسی‌هاشو که هی میاد میگه اون یکی باباش مثلا وسط نصف شده، اون یکی بدبخته. صفتی که میکنه اولا که یه ستینگ رو ایجاد میکنه برای همون میگم سبک گاتیک و یه ستینگ رو ایجاد میکنه برای اینکه ما متوجه بشیم که چقدر این مکانی که داریم دربارش میخونیم فرسوده شده، عقایدشون، مردمشون فرسوده شدن و تنها چیز جدیدی که ما اینجا داریم میبینیم چیه؟ یه بچه، چون بچه‌ها جدیدن. آره بچه‌ها هنوز از کار افتاده نیستن، هنوز آسیب ندیدن از این مسائلی که توی این منطقه هست. که آخر کتابم فقط یه رفرنس بزنم چون الان دارم آخر کتاب مثلا جم اونجایی که دیگه دستش آسیب میبینه، حتی اولش هم کتاب همینطور شروع میشه، یعنی جمله اول کتاب فکر کنم بخش اول کتاب اینجوریه. آره اولش میگه که داشتیم در مورد صحبت می‌کردیم که همه چیز از کی شروع شد. آره وقتی برادرم جیم تقریبا 13 سالش بود، دستش ناحیه عارف به سختی شکست. اینا یه زمانی سالم بودن، توی وقایع این کتاب آسیب میبینن. یه جورایی به نظر من یه چیز نمادینی بود در آسیب دیدن از این منطقه‌ای که خودشون همشون آسیب دیدن. این برام جالب بود، به نظرم تم جالبی بود توی کتاب. حالا اشاره کردی به این اولش، هی داره میگه که من گفتم از فلان موقع شروع شد، جیم گفت از فلان موقع و تهش اسکات میگه اگه اینجوریه پس از مثلا زمانی که اون جدمون آقای فلانی پاشاد اومد آمریکا شروع شد. و جالبه اصلا این دید بچگونه هر که نگاه میکنی از اولش پیدا میکنی. و یه چیز دیگه من خواستم بگم، من این کتابه رو بعد از برباد رفته خوندم و دقیقاً حس کردم تفاوت یک اون جنوب آمریکا که برده داشتن، سیاها فلان بودن، حالا برده خوب بد
یه جاهای وسط طیف و اینا جنگ اتفاق میفته، تموم میشه و الان دنیای بعد از جنگ هست. الان سیاها آزادن، دیگه برده نیستن، ولی هنوز سبک زندگی خیلی وقتا عوض نشده. خدمتکار خونه سیاهه هست، حالا مثلا بهش پول میدن یا مثلا شب میره خونه خودشون، ولی اون روابط بین آدم ها به خصوص توی حالا قشر پیرتر اینا که بهش اشاره کردی انگار همونه که بود و حتی یه جاهای بدتر شدهشون سر لج و لجبازی افتادن که اینا چرا آزاد شدن. یعنی قبلا شاید با برده هاشون خیلی جاها خوب بودن، در حال بردهشون بوده، نیروی کارشون بوده بهشون برسن و اینها. این یه جاهای انگار لج این قضیه هم بیشتر شد. آره حالا به طور کلی که روابط رو در واقع وقتی که ما از زمان دید اسکپس داریم دنیا رو میشناسیم با تمدن سیاه‌پوستی که در ارتباط کالیفرنیا. آره کالیفرنیا خیلی شخصیت احساس میکنم خیلی بغلشون فشار. آره کالیفرنیا خیلی شخصیت مهمیه. به غیر از اشاره‌ای که می‌کنی به این که بچه‌های این مردم دارن توسط سیاه‌پوستا بزرگ میشن و اکثر چیزای خوبی که اسکپس بلده رو در واقع از کالیفرنیا یاد گرفته، با اینکه اولش رابطه خوبی باهاش نداره. کالیفرنیا یک زنه و یک سیاه‌پوست. شخصیت زن این کتاب خیلی هوشمندانه چیده شدن. نگاه چند شخصیت زن داریم توی این کتاب. یکی کالیفرنیا، یکی خانم مادی که همسایه‌شونه. همون خانم وحشتناک نه این خانم خوبه. خانم وحشتناک که میگه خانم دوبز بود فکر کنم. اسم رو تو یادت به طرز عجیبی من اصلا. یکی ام الکساندریا، اونم خیلی رو که یک زن سنتی دختر نباید شلوار بپوشه، خیلی غلطه. زن در واقع داره یه جورایی نماد فشار جامعه برای تبدیل یک دختر به یه زنه. کلا کتاب فقط در مورد نژاد صحبت نمیکنه، خیلی اهمیت جنسیت رو یه جاهایی بیان میکنه. مثلا مهمترین شخصیت زن داستان به نظر من به غیر از اسکاوت خود مایلا ایول، همون دختری که حالا به قولی رابینسون رو مقصر جلوه میده. یه شخصیت زن داستان هر کدومشون یک هدف مهمی دارن توی داستان. اسکاوت رو داریم که با یه دید تازه‌ای داره دنیا نگاه میکنه. یه کمی از زنانگی بدش میاد به خاطر تأثیری که از اطرافیانش گرفته. و اینکه تو خونه هم مجبور نیست اون زن. آره و باباش ولش کرده، تجربه کرده که بعدش میاد باهاش مواجه میشه میبینه نه دیگه حالا مثلا باید بره مدرسه و بزرگ شده. آره خانم مادی هست، کالیفرنیا هست. یه جایش یه دیالوگ داره که میگه که نمیدونم چرا نمیذارن زنا بیان نظر بدن. اگه خانم مادی میومد شاید مثلا خیلی جالب میشد. و این خیلی جالب، این نکته خیلی جالبیه. حالا من دارم اینجا دربارش صحبت کنم. ببین دادگاه در یه زنی که یه نفر به تجاوز محکوم کرد، درسته؟ خیلی دقیقه. اوکی. میخوای؟ نه اوکی. یه دادگاه در آینده شکل میگیره. و این مسئله خیلی مهمه. چرا؟ چون که به طور به خصوص مسئله ناموس، حالا ما توی فرهنگ کنیم اینا تو همه فرهنگ‌های به عنوان یه تریگر خیلی مهمی استفاده میشه، درسته؟ ولی هیچ زنی اونجا نیست درباره مثلا نظر بده. هیچ زنی اونجا نیست که اصلا نظرش قابل اهمیت باشه توی حتی هیئت منصفه یا هر چیز دیگه ای. یعنی این نکته رو عملاً هارپری بهش اشاره میکنه. به نظرم جالبه، یعنی فقط درباره نژاد صحبت نمیکنه، درباره جنسیت هم صحبت میکنه. اینی که گفتی یاد یه فیلم افتادم که اسمش یادم نمیاد، ولی اونم جزو مثلا اولین سیاه‌پوستی که تجارت شروع میکنه تو آمریکا بود و جانگو اسمش هم نمیاد واقعا، اسم فیلم و اسم شخصیته. بعد دادگاهی که براش تشکیل میشه میاد میگه که تو این دادگاه یک مرد سیاه‌پوست هم حتی نیست. و بعد مثلا ته فیلم نوشت که از تاریخ فلان به بعد این مهم شد، یعنی کسی از جایگاه اجتماعی اون آدمه، حالا جنسیت، نژاد، طبقه اجتماعی، حتی یه شغل، هر چیزی هست، خیلی نکته مهمیه که تو مثلا میخوای یه معلم راجع به رفتارش به دانش آموز بیای سوال ایجاد کنی، مسئله هست که دنبال جوابش هستی، خب یک معلم هم باید یه نظری وسط بده دیگه. یه سری تمای کلیش رو می‌خواستم بگم، حالا میتونیم یه کمی مرتب‌تر از بقیه کتاب بریم جلو. بورادلی رو میتونیم در بورادلی صحبت کنیم. بورادلی واقعا شخصیت جالبی بود که ما تا آخر کتاب عملاً هیچی دربارش نمیدونیم. فقط چیزایی که اسکاوت برامون تعریف می‌کنه یا مثلا اتفاقاتی که شایعه‌ها وحشتناک‌تره هایی که دربارش وجود داره. و حالا جالب اینجاست که ببین بورادلی اصلا خونه خود بورادلی اگر بررسی کنی
مورد که حالا نماد همه چیزای ناشناخته‌ایه که ما تعصبمون رو بهشون نسبت میدیم و براشون داستان میسازیم. به غیر از اون نمادی که توی داستان میسازه، خانواده بورادلی خانواده خوبی نیست. آره داستانش ولی بگیش مورد نگاه. احترام همه. ولی بورادلی بدبخت نیست. آره و بورادلی که مثلا خود همسایه های اینا هر از گاهی دربارش صحبت میکنن. همه میدونن که خانواده بورادلی خانواده جالبی نیستن، خانواده خوبی نیستن. ولی به خاطر موندن توی اون قالب سختی که توی جامعه خودشون ایجاد کردن، مورد احترام همه. و وقتی که کسی زیر نظر اونا مورد ظلم قرار میگیره و توی خونش زندانی میشه برای سالهای سال، کسی اینو مورد سوال قرار نمیده. خب این عملا یه کامنتاری دقیق نسبت به جامعه اون موقع است دیگه. درباره همه افرادی که به خاطر اینکه به یه طبقه اجتماعی خاصی متعلقن و یه سری قوانین خاصی رو ازش پیروی میکنن، مورد انتقاد قرار نمیگیرن وقتی که کارهای خیلی وحشتناک انجام میدن در قبال این سری افرادی که قدرت کمتری دارن. به نظرم واقعا کامنتاریش خیلی واضحه و توی صورتمونه. یعنی از حالا داستان بورادلی که تعریف میکنه که جوون بوده با دوستاش میرن تو شهر رو اصلا اذیت و آزار میکنن، بعد باباش میاد میکنتش تو خونه 20 سال میمونه. خیلی اینجوریه که خب اوکی اون یه کار اشتباه داشت میکرد درسته، ولی نحوه برخورده، بعد تو اصلا اون آدمو کلا از اجتماع حذف میکنی، اجازه هیچ ارتباطی بهش نمیدی، طوری که اون هم دیگه شاید اگر میتونسته آدم اجتماعی باشه یا حداقل یه آدم درونگرا ولی نرمال باشه، اصلا خودش هم هی دیگه کناره میگیره، خودش هم فرار میکنه از آدما. خیلی تقویت میکنه پدر چیزای عجب غریبیه. آره دیگه. بعد یه چیزیه که جلوی چشم همه است توی اون همسایه ها، همه میدونن که این کار عادی نیست، ولی بورادلی باز آدم زندانی بده کردن آدم falan. ولی بورادلی باز آدم بده است. کسی اینا رو مورد سوال قرار نمیده، کسی براش مهم نیست، احترامشون تو جامعه حفظ میشه با اینکه جلوی چشم همه دارن کاری میکنن که در حالت عادی هیچ کس نباید حمایت کنه. خب این به نظرم خیلی واضح همین اول کتاب وارد این مسئله میشه که چقدر چیزای سنتی اینطوری عجیب داره روی تعصب مردم اثر میذاره. یه چیز دیگه هم که راجع به آتیکوس حالا اوایلش نشون میده که دوست باعث میشه کم کم آتیکوس رو من دوست داشته باشم. در واقعا ما دوست داشته باشیم، نمیشه دوست نداشت. آتیکوس اصلا نمیشه دوست داشته باشیم. آتیکوس از محبوب ترین شخصیت‌های فیکشنال. بعد خاکستری هم نیست در این حال که خیلی آدمه، یعنی اصلا هیچ قهرمان پروری خاصی در موردش نداره، ولی سفید قهرمان کامل داستان آتیکوس کاملا. چی می‌خواستم بگم؟ آها هی بچه‌ها شروع میکنن میگن که بورادلی فلانه، مثلا امروز یه چیزی دیدیم یه چیزی شنیدیم، و آتیکوس میگه نباید در موردش صحبت کنین، نباید در مورد مثلا فلانی که نمیدونین صحبت کنین، این کلمه رو نباید بهشون بگین. و از همون اول انگار براش مهمه که این بچه‌ها با وجود اینکه بچه هستن راجع به یک آدمی که هیچ وقت هم قرار نیست با هم روبرو بشن چی دارن میگن و احترام اون آدم شأن انسانیش انگار حفظ بشه و این چیز بیزا. کالیفرنیا هم همین تو همین جبهه هست و خیلی کالیفرنیا خیلی باید در نظر صحبت کنیم. ولی آتیکوس که بله در واقع کسی که داره به بچه‌هاش در واقع اصلا کتاب اولش هم تاکید می‌کنه روی که بچه‌ها رفتن مدرسه. آره باید این تأکیدی که کتاب روی مدرسه داره به خاطر اینه که بعدش هم فیلم هیچ در چیزایی که تو مدرسه یاد میگیرن نمیشنوی. داره کتاب داره میگه که آها ادویکیشن واقعی که اسکاپس داره دریافت میکنه از طرف پدرشه. خب اصلا خیلی واضحه دیگه. کلاس اول جلسه اول که میره میتونه بخونه و مربیه دعواش میکنه که چرا میتونه بخونه و میگه که بابات نباید اینا رو بهت یاد بده و خودم از اینجا به بعدش دارم ویدیو یاد ندید. آره و اینجوریه که اسکات میاد خونه گریه میکنه که من دیگه نمیخوام برم، چون اگه قرار باشه برم تو دیگه مثلا روزنامه و داستانا قرار نیست برام بخونی. و بعد سیستم آموزشی جدیده رو که توضیح میده که مثلا خیلی دیگه دارن روی چیزای الکی یهو وقت میذارن، این چیزای عجیب غریب مسخره مثلا همیشه حالت توی چیز ما قشنگ داره اونا رو مسخره میکنه اون معلمه رو، و معلمه که داستان این شهر رو نمیدونه. خیلی چیز مهمیه از نظر اجتماعی. اینا نکته خیلی مهمیه که معلمه شروع میکنه میگه که مثلا فلانی تو چرا کتاب نداری، فلانی تو چرا چند سال داری میای، بعد بچه ها میگن این خانواده فلانه و میگه یعنی چی، یعنی اصلا هیچ شناختی نسبت به اون جامعه، اقلیمش، حتی غذای مثلا غالب مردمش چیه.
اینا فلان چیز دارن بخورن، فلان چیز ندارن بخورن. از همین حد تا حد بالاتر که خیلی از افراد اینجا پول ندارن، بچه ها فقط یه عدهشون روز اول میان مدرسه که مثلا اسمشون تلیست بخوره دیگه اونا نمیان. هم خانواده ایول بودن دیگه، درسته؟ آره فکر کنم آره. و اینا اطلاعی نداره و اسکات هست که تو این کلاس میگه که اینا مثلا کانینگهام هستن و آره معلمه و احمق بودنش که بعدش هم باز سلاش هم کنه یه جوری نشون دادن این بوده که چقدر فضای آکادمیکی که حالا به اونا درس میدن فاصله فاحشی از جامعه داره و بعدش هم دیگه نمیبینی مثلا اسکات در یه چیزی آره دیگه چون که تحصیل واقعیش در واقع میشه پدرش در واقع توی جامعه‌ای که داره توش بزرگ میشه. دقیقاً داره میگه که یعنی اصلا کاملا الفبا رو میگه من بلد بودم، کاملا میتونستم بخونم، ولی یه سال مجبورشم برم اونجا فقط اونا رو با روش خانم فلان صحبت و دیگه نباید اگه بلد بودم یه چیزی رو میخوندم بگم که بلدم. خب دیگه تا تهش معلومه که فکر کنم 3 سال داستان طول میکشه حدودا. دیگه چه نیازی هست بگه سال بعدم البته حالا اشاره میکنه ولی جالبیش هم هست که همون جایی که والتر کانینگهامو برمیداره میبره خونش رو دعوتش میکنه، برام جالبه که خب دقیقا میگن که تو مدرسه بود، درس الف و اینا چیزی یاد نگرفت ولی بهره اجتماعی برد ازش. اینو هم بهش اشاره میکنن. اینم جالبه. خب آره خیلی یعنی قسمت‌هاش که مربوط به مدرسه است خیلی واضح درجه و سیستم آموزشی جهان خلق. اصلا درباره یه نکته خوبی در این کتاب اینه که کلا انتقادی که میکنه واضح، یعنی نیازی نیست خودت بکشی و سخنرانی هم نمیکنه. مثل ویکتور هوگو نیست که شروع کنه بگه روزه بخونه آی مردم. کاملا داره برای تعریف میکنه آقا این وضعیت نشون میده و خوب نیست. من مخالفم با این وضعیت، خوب نیست. خیلی واضحه. انقدر جدی شده این کتاب همین. خوب نشونش میده که تو هم در هر صورت باهاش موافق خواهی بود که آره این خوب نیست. یعنی حتی اگه خودت اون تو زندگیت اون معلم سطحی چیزه باشه، وقتی داری داستانو میخونی میگه این چرا این شکلیه. آره کلا سیستم اخلاقی ساده و اثرگذاری داره کتاب. من خیلی برای همین انقدر محبوب شده تو جهانی. یعنی یه چیزی، یک پیام مشخص به نحو ساده، جوری که هم لذت بخش باشه برای خوندن هم واضح باشه برای فهمیدن، ارائه داده. یکی از دلایلی که خیلی محبوب شده این کتاب، اینجا اشاره کنم نکته خوبه، اون سالی که منتشر شده همون سالایی بوده که کتابای پیپر بک به قولی، کتابایی که دیدی سبک‌ترن زمین کاغذ به صورت عمده داشتن منتشر می‌شدن. خب و اون زمانا همین که کتاب خوب دستشون میومده، این که سریع بتونن منتشر کنن و به همه جا برسوننش براشون خیلی سود زیادی داشته. یکی از دلایلی که این کتاب خیلی محبوب شد و خیلی خونده شد، شانس خوبی داشت که توی سال انتشارش داشت. سال انتشارش جوری بود که انتشارات منتظر بودن این کتاب خوب دستشون بیاد که به دست همه برسونن و برای همین انقدر این کتاب خونده شد. از خون جایزه پولیتزر هم یادم رفت. جایزه پولیتزر هم گرفته. واقعا لایقشون هست. خیلی اینترنت داشته در زمان مناسب درباره موضوع مناسب به شکل مناسب صحبت کرده. یه کمی هم از لحاظ تاریخی شانس داشته برای انتشارش که انقدر گسترده منتشر بشه و همین باعث شده که خیلی موندگار بشه توی تاریخ آمریکا. در مورد آتیکوس که داشتی میگفتی در مورد تربیتش با بچه خواستم بگم که و جالب اینه که این مرده که انقدر خوب این دوتا بچه رو بزرگ کرده، تنهایی و همسرش هم مرده و حالا آخر داستان حتی بقیه مردم شهر هم اوکی با این دوتا بچهه، همه دارن میگن آتیکوس بده، آتیکوس چرا بچه‌هاش اینجوری هم؟ چرا دخترش اینجوری درست میشه، چرا پسرش این کارو کرد، این اگه بخواد اینجوری بچه‌ها رو بره دسته یه سیاه بزرگ کنه که فلان اله بله و این آدمی که انقدر انتقاد پشت سرشه واقعا داره بدون این، یعنی کلی درس روانشناسی آموزش کودک توش هست بدون اینکه کسی اصلا بدونه، شخصیتی وکیله، یعنی یه شغل خشک حتی داره. چقدر این داره واقعا بچه ها بزرگ میکنه. این که الهام گرفت از زندگی خودش هم خیلی قشنگ ترش میکنه. رابطه خوبی با پدرش داشت و پدرش فکر کنم وکیلی بوده که یه زمان حساسی از دوست آدم سیاپوس دفاع میکنه. حالا احتمالاً به سختی کار آتیکوس نبوده ولی
خب یه جایی رو درباره بورادلی بیشتر داریم میشنویم، درباره زندگی کودکانه اسکات میشنویم. به طور کلی فضای میکون برامون کاملا ترسیم میشه، میفهمیم که یه جامعه بسیار بسته، همه همدیگه رو میشناسن، خیلی سنتی، مردمش خودشون خبر دارن از بد بودن یه خانواده مثل خانواده ایول که بعدا مهمتر میشن توی داستان، ولی براشون مهم نیست. اون خانواده دور از جامعه دارن، آره یه جا برای خودشون میاد. یه کم کم وارد بحث میشیم که اسکات میفهمه که پدرم اتیکوس داره از چند جهت مورد انتقاده و جامعه‌ای که بر علیهشه و میفهمه که در واقع اتیکوس یک کیس یه آدم سیاه‌پوست رو قبول کرد. البته حالا چیزی که برای من جالب بود، یکی از چیزی که برای من جالب بود، قسمتی هست که دارن از تو خیابون میزنن برن مدرسه و تو تیر چراغ برق یه چیزی حالت حفره‌ای هست و اونجا صابون پیدا میکنن. ولی آره که بورد اینا آره و اولش نمیدونی کی گذاشته. اونا صرفا برمی‌دارن مجسمه صابونی بوده، یه دختر و پسر بوده. بعد از این هست که اینا هی با دیل دارن کر میریزن و هی میرن حیات پشتی خونه اونا فلان اینا. بعد هی مثلا داستان پیش میره، همین توصیفات و اینا هست. دوباره مثلا شاید یه ماه 2 ماه چند ماه بعد یه چیز دیگه، یه سکه نمیدونم فلان اینا هست و انگار که این ارتباطه بدون اینکه کس دیگه بدونه، بدون اینکه مامان بابای بورادلی بدونن، بین اینا شکل گرفته بدون هیچ کلامی و با گذاشتن یه سری اشیاء. حالا اولیش یه مجسمه صابونی یه دختر و پسر بود، بعدیش یه سکه فلان بود، یعنی اصلا مفهوم خاصی نداشت، ولی اینا اینو جمع میکردن، دنبالش بودن توی این حفره چی هست و فلان و اینا و این ارتباطه یه جوری داره نشون میده که بدون کلام. آره خیلی نکته خوبی گفتی. دقیقاً یه جورایی یه تشبیه قشنگیه درباره دو گروه از آدمایی که اصلا جدا شدن. یه گروهشون داستانه ترسایی درباره اون گروه دیدن و یه گروه دیگه اون بورادلی هم ترسوندن. آره دیگه دقیقاً. و یه گروه دیگه که خیلی ساکت و بدون صدا داره از این ور اونا رو نگاه میکنه و اتفاقا سعی میکنه باشون ارتباط برقرار کنه. یعنی اون آدمایی که هم دورن سعی میکنه باشون ارتباط برقرار کنه با تنها راهی که میدونه. حتی بچه‌ها که میان، حالا درسته که مثلا قصدشون یه بازی و فضولی و مثلا کی پشت پنجره بود، ولی بورادلی حتی با وجود اینکه شاید اذیت شده باشه دوستانه به سمتشون حرکت میکنه. اونا خیلی جذاب. درها را هر چقدر من دید راهی باز میشه. آره بورادلی کاملا یک استعاره قشنگیه توی کتاب که به کار بردن، تا آخرش هم هستش. پرونده دیگه. پرونده که نقطه اوج داستان. خب این که واضحه که تیم رابینسون که حالا اون مرد سیاه‌پوستیه که متهم شده به تجاوز مایلا ایول، میدونیم که بیگناه، شکی توی این مسئله نداریم. حالا اینکه کتاب کاملا واضح میگه آقا این مرد آتیکوس میگه بیگناه، اصلا دست چپ نداره. آره اینا ته داستان میگه اصلا دست چپ نداره. بعدش ما میفهمیم که این مرد کاملا بیگناهه و محکوم شده و همه هم تقریبا اینو میدونن. کسی نیست که ندونه که خانواده ایول دارن دروغ میگن. در اینکه خانواده ایول توسط خود سفیدپوستای دیگه هم مورد احترام نیستن. به قولی توی فرهنگ آمریکا بهش میگن چی؟ بهش میگن وایت ترش. خیلی فقیرن، کلی بچه دارن. احتمالاً پدر مایلا ایول که میشه آقای ایول، اسمش نمیدونم چی بود یادم رفت، احتمالاً خودش دخترش مورد آزار قرار میده، آزار جسمی و حتی شاید جنسی. توی کتاب هیچ وقت دقیق توصیف نمیشه این موضوع. و کسی شکی از این نداره که اینا آدمای قابل اعتمادی نیستن. ولی بازم به خاطر تعصبی که از پیش وجود داره وظیفه خودشون میدونن که سیاه‌پوست رو متهم بدونن. حالا این حساس بودن مسئله مطرح شده که تجاوز به یه زن سفیدپوسته که به طور کلی مسئله ناموس و مسئله محافظت از زن و بچه‌ها طی تاریخ خیلی استفاده شده برای رادیکال کردن یک سری گروه‌ها علیه یک سری گروه‌های دیگه. یعنی به نظر موضوعی که برای این کتاب انتخاب شده موضوع هوشمندانه بوده، برای اینکه به طور بخصوص تریگر باید از زن و بچه‌ها محافظت کنیم چیزیه که بین گروه‌هایی که میخوان تعصب و تفرقه بندازن بین گروه‌ها خیلی استفاده میشه. و نمونه حالش هم داریم که دیگه نیاز به اشاره نیست. نیاز به اشاره اینقدر استفاده میکنن که اصلا میتونم برای بارها و بارها مثلا بزنم درباره جالب‌تر اینه که ما بعداً میفهمیم که خیلی از آدم‌ها مثلا تام رابینسون میدونن که کار بدی نکرده،
و تام رابینسون متهم شده. تام بوده؟ تام بود. و باید یک وکیلی داشته باشه و آتیکوس رو قبول کرده. ما تو داستان با این مواجه میشیم که اسکات و برادرش کریسمس رفتن پیش عمه‌شون و پسرماشو شروع میکنه فحش دادن به اینا و باباش بابت اینکه وکیل یه سیاه‌پوست شده. یعنی تو داستان تو قبل از اینکه بفهمی اصلا تام رابینسون کیه، اصلا اسم تام رابینسونی نیست، فقط یه سیاه‌پوسته. چرا وکیل شده؟ باید وکیل میشده. به هر حال اون باید یک وکیلی میداشته. دادگاه گفته تو بیا باشه. از اینجا داستان ادامه شروع میشه و تا ته داستان صرفا آتیکوس و بابت اینکه تو وکیل اونی. اصلا مهم نیست اون کار بدی کرده یا نه. اصلا اون شاید اسمارتیس فقط دزدیده. اصلا شاید تام رابینسون رفته علیه اون شکایت کرده. مهم نیست. تو وکیل یک سیاه‌پوست شدی در برابر شکایت یک سفیدپوست. شروع میکنن. حالا تو داستان زاویه دید چیز دیگه، بچه‌ها رو اذیت کردن. حتی بچه‌های آتیکوس رو فامیلشون اذیت میکنه بابت اینکه بابای تو مثلا فلان کار داره میکنه. و این اونجایی هست که یهو اون شهری که میشناسیم از زاویه دید اسکات انگار دیگه نمیشناسیم. یهو چی شد؟ چون قبلش آتیکوس که دوست داشتنی بود اصلا. قبلش اسکپ داره از یه دیدگاه خیلی دوست داشتنی شهر توصیف میکنه. حالا وجود این که همه چیز که ساخته. بازم مثلا تو داری از دیدگاه یک بچه از خاطرات تابستونش به شهر نگاه میکنی، در صورتی که داره بازی میکنه همه چیز دیگه، بعد یه دفعه یک چهره دیگه ای رو مثلا از تقریبا اواسط کتاب داری میبینی. یعنی انگار داری با اسکپ بزرگ میشی، داری با اسکپ دیدت گسترش پیدا میکنه. اسکپ هم نمیدونه اینا رو دیگه، یه دفعه باهاش میاد روبرو میشه. و تقریبا همون وسطای داستان هست. یعنی همین کریسمس رو اگه اشتباه نکنم که باباشون به اصرار حالا عموشون و جیم تفنگ خره برای جیم و جمله‌ای که اصلا اسم کتاب همونه رو میگه که هیچ وقت مرغ مینا رو باهاش نزن چون یه پرنده‌ای هست که هیچ آزاری نمیرسونه، صدای خوبی هم داره و چرا باید اینو بزنی. میتونی ترقای دیگر رو بزنی ولی مرغ مینا رو هیچ وقت نزن. مرغ مینا فقط برامون آواز میخوره و هیچ آزاری بهمون نمیرسه. بعد یه اسکات پیش اون خانم مهربونه که اسمش رو نمیاد، خانم مادی. آره میره پیش اون و مثلا یه جای بدتر داره اینو تعریف میکنه. خانم مادی میگه آره خب مثلا نمیره حتی مثلا روی پشت بون خونه اینا مثلا لونه بسازه که چیزی رو خراب کنی. هی اشاره میکنه به اینکه حیوانات دیگه باز هدفشون خراب کردن نیست ولی باعث یک آزاری ممکنه بشن و این اصلا هیچ کار نمیکنه. پس مرغ مینا رو نباید بزنی. از نظر من مرغ مینا، از نظر من نوعی که کتاب خوندم، مرغ مینا تام رابینسون. آره بعضی هم میگن که مرغ مینا فقط یه مفهومه. برای اینکه به طور کلی هست. آره به طور کلی آزار نزنه. اصلا داره داستان تام رابینسون میگه که بگه به طور کلی آسیب نرسونه. میدونم دارم میگم، یعنی بعضی هستن که باز توصیفات مختلفی دارن از اینکه مرغ مینا کی میتونه باشه، میتونه همه باشه، میتونه الان منظورش دقیقاً تام رابینسونه، منظورش چیه؟ اسم کتاب مرغ میناست. آره پشت مرغ مینا یک عملیه که نباید انجام بشه، فرقی نداره در قبال کیه. نظر کلا داستان از این مدل تشبیه‌های تصویری خوب استفاده می‌کنه. یه جایی شاید فقط من ذوقم نمیزنه، شاید فقط من به نظرم جالب اومد این مسئله، ولی مثلا یه جایی که آدم برفی درست میکنن به اندازه کافی برف ندارن، بعد میان زیر آدم برفی با گل پر میکنن، روش رو سفید میکنن با برف که واقعا یه جوری نشون دهنده پوسیده بودن جامعهشون هم هست. از نظر من اینطوری بوده. ممکنه واقعا فقط یک چیزی که به نظر خواننده بیاد که به نظرم جالب بود، چون همینجوری یه توصیفی بود درباره بازی. آخه بعدش هم که آب میشه کثافت. آره دیگه بعدش که آب میشه، بعدش که دیگه مثلا اون فصل میگذره کثافت معلوم میشه، در نهایت نمیشه جلوشو گرفت. برف آب میشه و آخرش معلوم میشه و خودشون هم دیگه به جای که بهش میگن آدم برفی میگن هیولا. به نظرم مثلا یه سری توصیفای تشبیهی تصویری قشنگ اینطوری داشت. من دیگه که داشتم خودم این قسمت رو میخوندم اینجوری بودم که آخه چه خلاقانه. آره خب آره نماد کردنش بازی کردن قشنگ دو تا بچه نشون میدن، فقط بعدش به نظر نماد قشنگ ایجاد. آره ماشي جاهزه. اوکی. من یکم فشارم افتاده. چیز شیرین میخوام. چیز شیرین داریم؟ شیرین یا نمک؟ شیرین. عزیزم. خب
ببخشید. زشته اینطوری. نه من خودم 4 زانونا نشستم. خب پس تا اونجا رفتیم که یک دادگاهی قرار تشکیل بشه واسه تام رابینسون سیاه پوستی که علیهش یک شکایت شده که تجاوز کرده به یک زن سفید پوست. به نظرم اینجا این اپیزود تموم کنیم که طولانی نشه. اتیکوس حق داشت. میگفت آدم نمیتواند کسی را بشناسد مگر اینکه واقعا در کالبد او جا بگیرد و از نظرگاه او به دنیا نگاه کند. تنها روی ایوان رادلی ایستادن هم کافی بود. و خیلی قشنگه. آره بعد دیگه مثلا اینجوری میگه خیلی چیزا یاد گرفتم و میگه که فکر میکردم که من جیم بزرگتر خواهیم شد و چیزهای زیادی یاد خواهیم گرفت، اما احتمالاً جز جبر و ریاضی چیز زیادی برای یاد گرفتن نداریم. چیز مهمی که باید یاد بگیریم رو گرفتیم. داشته اثر پایدار و جاودانی داشته، به خصوص با توجه به حالت سیاسی که اون زمان وجود داشته. و هنوزم واقعا از نظر ادبی قشنگه. هنوز از نظر ادبی کتاب لذت بخشی خوندنش، کتابیه که در عین سادگی خیلی قشنگ نوشته شده. من کتاب صوتیشو گوش دادم بار دوم می‌خواستیم ویدیو رو بگیریم، اونم خیلی خوب بود. یعنی هی از زبان افراد مختلف با لحن درست و قشنگ و اینا از اون موارد نمود که خوابت ببره. واقعا لذت بخش که واقعا خوندنش دلت میخواد بخونی. و بچه‌م لی هارپر لی یه کتاب نوشته و دیگه هم ننوشته. قشنگ و میگه که هر چیزی که میتونسته رو گفته، هر چیزی که میخواسته رو گفته و دیگه هم ننوشته. البته یه کتاب بعدا ازش منتشر میشه، میگن بخش دومی بوده که خیلی میگن به درد نمیخوره و اصلا کار نشینده بودن تو اصلا من حسابش نمیکنم. بعد فیلمش هم که مثل ساختن من ندیدم، خواستم نبینم. فیلمش خیلی خوبه. ویدیو رو راجع به کتاب کامل ببینیم بعد برای خودم. اصلا فیلمش هم از اقتباسای خوبه. کلا اقتباسای قدیمی بهتر بوده، یکم کامل و تمام کمال ساختن. فیلم خیلی خوبیه. بازیگر اتیکوس بسیار کاریزماتیک و خیلی میگم شخصیت واقعا دوست داشتنی. فیلم خوبی ساختن. اقتباس خوبیه بین بشینیم ببینیم الان که ما دیدین. من آره قبلا نه ولی دوباره میذارم ببینم. بشینیم ببینیم. من دانلود کنم. ببینیم. حرفی سخنی؟ نه؟ ببینیم اون بود. خیلی کتاب قشنگی بود. راضی بودم. 100 دیر خوندی ولی ممنون. مقاومت می‌کردم. دیگه شما هم سابسکرایب کنین، بقیه ویدیوها هم ببینین، لایک کنین، کامنت کنین. پیشنهادی هم داشتین واسه ویدیوها بدین.